با برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. برنامه رو من مومین احمدی گردانندگی میکنم. امروز 21 ایول است. سرخط خبرهای برنامه. جوانی تاجیک رو که از سوریه برگشت و در تاجیکستان عفو شد در آلمان با گمان عضویت در سازمان تندروی داعش بازداشت کردند. لیمیت برق در تابستان گرم. ساکنان در شمال تاجیکستان از محدودیت نیروی برق در فصل تابستان شکایت میکنند. 3 ساعت، 1 ساعت هر خیل. حاضر با همین خیل که 1 مینوت میکشند با وای میکنند. بتون به توای تکنیکما میسوزد. تاجیکستان با واردات ماشین‌های کهنه دیگر راه نمی‌دهد. از سال آینده تنها ماشین‌های به تاجیکستان راه می‌یابند که از سال 2013 به این طرف استحصال شده‌اند. Право خریدگی هم همین зависит میکنه که авария و دیگر همین سبب میشه. ای ماشین فرق نداره که وای 90 سالای 2000 سالای. یک جوانی تاجیک که پس از بازگشتش از جنگ‌های سوریه در تاجیکستان عفو شده بود در آلمان برای عضویت در سازمان تندروی داعش بازداشت شده است. باباجان قربایفی 38 ساله ساکن شهر وحدت سال 2016 از سوریه به تاجیکستان برگشته بود. نشریه آلمانی بیلد نوشته است که او را روزی 27 میلیون بازداشت کردند و دادستانی میونخن پرونده او را برای عضویتش در داعش بررسی میکند. خویشاوندان قربایف در تاجیکستان امروز بر رادیو آزادی گفتند او 2 سال پیش از طریق اوکراین به آلمان رفت و آنجا درخواست پناهندگی کرد ولی درخواستش رد شده است. معلوم نیست که او را برای پیش عضو داعش بودند بازداشت کردند یا جنایت دیگری در آلمان کرده است. باباجان قربایف سال 2016 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 8 ماه در سوریه سربازی داعش بود ولی از آنجا فرار کرد. او را مقامات برای پشیمان شدنش عفو کرده بودند. در یک ماه اخیر این 6مین شهروند تاجیکستان است که برای عضویت در داعش در آلمان بازداشت می شود. با گفته مقامات تاجیکستان از زمان ظهور داعش در سال 2013 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندروی تروریستی و بخصوص داعش پیوستند. در این میان صدها نفر کشته و زخمی شده، تعدادی را هم به تاجیکستان برگرداندند. و مقامات تاجیکستان تصمیم دارند که از سال آینده دیگر ماشین‌های کهنه را به تاجیکستان راه ندهند. بر اساس طرح قراری که تهیه شده است از سال 2024 تنها واردات ماشین‌های به تاجیکستان اجازه داده خواهد شد که از سال 2013 به این طرف استحصال شدند. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند. اساس برای تهیه این قرار زیاد شدن صدمه‌های مرگبار با شرکت ماشین‌های کهنه و آلوده‌شوی هوا از استفاده این تعداد ماشین‌ها گفته می‌شود. برخی رانندگان که هر روز با صف‌های طولانی روبرو می‌شوند از این تصمیم حکومت جانبداری می‌کنند. اکنون وایم اکولوگرام با فکر وایم میشه برای که ماشین‌های نو موتورشون شاید نوتر هم با ویخلاپی وایم کمتر وایم میشه. برخی دیگر از رانندگان بر این باورند که تنبشوی‌های طولانی و صدمه‌های مرگاور ربطی به کهنه بودن ماشین ندارد. همین آدمایی که سواد ندارند، право خریدگی هم همین зависит میکنه که هم авария و دیگر همین سبب میشه. همین ماشین فرق نداره که وای 90 سالای 2000 سالای سوز باشه هر کدای میگردی این سببش نمیشه داد. در آغاز سال 2018 حکومت تاجیکستان ورود ماشین‌های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. تاجرانی که با واردات و فروش ماشین‌ها در تاجیکستان مشغولند با آوردن مثال از این قرار میگویند این تصمیم باعث به مراتب بالا رفتن قیمت ماشین‌های کهنه و دسترسی ساکنان را به خرید ماشین محدود می‌کند. وقتی که درست پیدا اوست مثال نمیمونند رو مدنی اوست مالک چامورا هایی جو بیو فاستو میکنید ماشینا میخره به 150-300 هزار تومان دارد. برخی آگاهان بر این نظرند که با منع واردات ماشین‌های استحصالی تا سال 2013 تاجران تلاش می‌کنند با تغییر سال استحصال ماشین و ساختکاری دیگر سندها ماشین‌های کهنه را به کشور وارد نمایند. برخی تاجران هم تاکید می‌کنند که با اجرای این قرار ممکن است حالت‌های کورپسیونی هنگام ورود ماشین‌ها افزایش یابد.
мақомоти тоҷикистон аз ҷумла хадамоти гумруки кишвар то ҳол дар ин бора расман маълумоте надодааст. тоҷирон мегӯянд таҷрибаи манъи вуруди мошинҳо дар соли 2018 нишон дод ки агар мақомот ба таъхир онҳоро огоҳ кунанд бештар зиён хоҳанд дид. طبق اطلاع خدمات گمرک تنها در 6 ماه سال گذشته به تاجیکستان بیش از 21000 نقلیات سبکرو وارد شده است که نظر به همین دوره یک سال پیش 4000 بیشتر بوده است. برخی ساکنان دهات در ولایت سوغد بگویند روز و شب برای چند ساعت برق به خانه‌هایشان قطع می شود. با گفته ساکنان از پیش کسی سبب ساعت‌ها قطع شدن برق را برای آنها نگفته است. اما سالت در تیر ماه و زمستان رسمی و یا غیر رسمی انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود ولی قطع برق در تابستان کمتر مشاهده می شد. فرزان محمدی برای تحقیق موضوع به شهر کانیبادام رفت و با ساکنان و مسئولان صحبت کرد. زین‌الدین نظامی‌دینوف نفقه‌خور است و بیشتر وقت خویش را در خانه می‌گذراند. او در این گرمی‌های تابستان می‌خواهد بیشتر به سلقینی پناه برد. ولی به گفته‌اش بیشتر از یک ماه باز برق را در منطقه آنها غیر انتظار خاموش می‌کنند. این حالت به صحتی خود و پیوندانش بی تاثیر نمانده است. کاندیسیونر تماماً کار نمی‌کند. ونتیلاتور را توسط افتوترانسفورماتور میمانیم و کمی سلقین میشویم. در یک روز 3-4 مرتبه برق را میکشند. بعضی روزا میشد 4 ساعت 3 ساعت 1 ساعت هر خیل. حاضر با همین خیل که 1 مینوت میکشند با وای میکنند بتون بیتوای تکنیک ما میسوزد. نمیدانید سببش هم نمیدانیم. بی‌برقی اساساً به کار تاجران زیان آورده است. اکثر مغازه‌ها یخدان و تجهیزات‌های خنک کننده دارند و مال و محصولات خود را در آن جای می‌کنند. برخی صاحبکاران با استفاده از برق خوراک آماده کرده و می‌فروشند، اما بی‌برقی تابستانه کار آنها را سست کرده است. کالباس و وایلون مارژنو همش آب شده می‌دارد. بعضی وقت که نمی‌شد مارژن خیلی مرغوم می‌استاد. ابرود فیس می‌شد. این وضع به کار دهقانان هم خلل رسانده است. در شهر کانیبادام ساکنانش اساساً به کشاورزی مشغول هستند و بیشتر از پایگاه‌های آبکشی برقی استفاده می‌برند. به گفته صاحبان پایگاه‌های آبکشی، ناآگاهانه قطع شدن برق تجهیزات آبرسانی آنها را چندین بار سوزانده و زیان مالی آورده است. ناساسی که همین چاخ آب می‌کشد، همین سال مابین 3 ماه 2 بار سوخت. یک بار سوزد اگر این قریب که 4-5 هزار سامانی و ریمونت میشد، یعنی تعمیر میشد. این سرمایه این مبلغ همین مردم جمع میکنند. نگرانی اساسی ساکنان در آن است که بر ضمن نامرتبی برق مسئولان این نهاد باری هم آنها را آگاه نمیکنند و مردم پیشگی به بی‌برقی آمادگی نمیبینند. مسئولان این اداره در شهر کانیبادام آماده نشدند در ویدیو این مسئله را شرح دهند، ولی در صحبت حضوری سبب بی‌برقی را به گرمی هوا، تعمیر جاری و فرمان از بالا ربط دادند. این هم در حالی است که در این اواخر شکایت از بی‌برقی در دیگر مناطق دوردست ولایت سوغد زیاد شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام. و خبری از اوکراین. 10,000 زن اوکراینی حالا در برابر مردان هم در ارتش خدمت میکنند و هم به جنگ میروند که روسیه در وطنشان آغاز کرد. در این میان هزاران زن دیگر با فشار و بیماری های روانی می جنگند که جنگ به سرشان آورد و سعی دارند زندگیشان را از نو بسازند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. سویتلانا کاسالاپووا حالا زنی تنهاست چون شوهر سربازش در جنگ کشته شد. میگوید پیش از جنگ زندگی آرام و آسوده و شاده و هم برنامه‌های زیاده و نیت استراحت داشتند. 15 سال زندگی شاده داشتیم. همه را در یک روز از من گرفتند. ماه اپریل به کوههای کارپات بلیط داشتیم.
ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه از زادگاهشان شهر لوگانسک را اشغال کردند. میگوید زندگی برای او و دو فرزندش با یک کابوسی بی پایان تبدیل یافت. حتی پس از مرگ شوهرم آمده مرا برای بازپرسی می بردند. بچه ها را محکم می کردند. خوراکمان را می گرفتند. بغیر از فرار از شکنجه روانی دیگر علاج نداشت. اگرچه جای هم برای رفتن نداشت، دو فرزندش را گرفت و گریخت تا زنده بمانند. این زمان ده ها هزار زن اوکراینی در برابر مردان در ارتش اوکراین خدمت می کنند و یا با ضد نیروهای روسیه می جنگند. اما آنهایی که در عقبگاه ماندند با بیماری های روانی و مشکلات زندگی مبارزه می برند. به داد کسلاپ و بنیادی مشه، یک سازمان غیر حکومتی رسید که به زنان و کودکان آسیب دیده از جنگ کمک می رساند. ماریا یفروشین از بنیادگذاران سازمان میگوید زنان حالا به مشکلاتی کاملا نو روبرو شدند و هر وقت نزد آنها میآیند از زندگی ناامید هستند. В них немає жаги до життя, в них немає розуміння навіщо. هوس زندگی ندارند، معنی در زندگی نمیبینند. این دقیقاً همان چیزی است که دشمن با ما کرد. دشمن نه تنها زنان را کشت، بلکه از نظر روانی هم نابود کرد. Жінок в тилу, але вбив їх психологічно. سویتلانا کسلاپова عافیت روانی گرفت. به تدریج به خود آمد و به دیگران کمک کردن را آموخت. حالا در گروه روانشناسی کار میکند که به کودکان گرفتار اوتیسم کمک میرسانند. دیگر نه فقط کمک گرفته میتوانم بلکه به دیگران مدد میرسانم. مثل زنان دیگر اوکراینی کسلاپova دیگر علاج بغیر از سازش با تقدیر گذشته‌اش ندارد، ولی اکنون سعی دارد آینده‌اش را بسازد و زندگی بهتر را، ولی به یک عزیزش که جنگ او را از سویتلانا گرفت. حمله به دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 زندگی آرام مردم این کشور از جمله هزاران شهروندان تاجیکستان را به هم زد. در نشر نوبتی برنامه روزگار مهاجر از حیات یک مهاجر تاجیک قصه می شود که در کیف روزگارش را به راه مانده و تجارت خود را داشت و هم نقشه هایش زیاد بودند. پارچه ای از برنامه را با هم می بینیم. قهرمان برنامه ما در مدت 4 سال نه تنها در کیف یار و دوست و جای پا یافت بلکه در فکر راه اندازی تجارت خود شد. او چند نقطه فروشی خوراک‌های تست تیار و یا فست فود را باز کرد و نامش را نیز تاجیکانه بامزه گذاشت. اکثر مشتریانش به گفته او مردم تاجایی هستند. فست فود کار کردیم، راهاش یاد گرفتیم. چیزی که نمیدونستیم پرسیدیم، چیزی که میدونستیم یگان کس سوی دادیم. майда به همون رو رفتیم، همون توچکای خودمونا بعد کشیدیم. کی اولین کارگاه خود رو کشیدید؟ سال 2017 یا خطا نکنم آخرای начало 18 بود. یکم باره که ما уже کار خودمونا شروع کردیم. آیا مشکل بیوروکراتی زیاد بود؟ مثلا ثبت نام و شروع کار وقت زیاد را نگرفت؟ یگان وقت نگرفتم. می заявление до налоговой спродем в течение یگان 2 هفته بود. ответ شما رفتیم مقصد دکومنتورا اما یوروسمون گرفت و کدامش کار سر کردیم. عجیب است که معرفی نمودن غذا چه خیلی گذشت. یک بار اوکراینی ها غذاهای شما رو پذیرفتند یا در اول قبول نکردند؟ جای کاری ما فست فود быстрое питание میگن. مردم اوکراین любители уличных фастфудов, мақсад бургерай, ходокай, шаурма, плов, самса. بینندگان عزیز، روزگار مهاجر صبح روز شنبه 22 ایول در همین کانال آزادی ویدیو یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. مقامات انتظامی تاجیکستان در جستجوی تقریباً 350 پدری هستند که بعد جدایی از همسر حق فرزندان نابالغ خود را نمی پردازند و یا از پرداخت آن سرکشی کردند. در فهرست این افراد که رادیو آزادی در اختیار دارد دیده می شود که همه افراد مورد جستجو برای آن به جوابگری جنایی کشیده شدند که ماهانه از 100 تا 300 سامانی الیمنت برای فرزند خود را ندادند. صدها نفر از آنهایی که پرونده جنایی داشتند جستجو می شوند. نپرداختن الیمنت در تاجیکستان تا 3 سال زندان حکم دارد. مقامات رسمی اولی امسال گفته بودند که به ضد تقریبا 400 نفر پرونده کردند. در همینجا برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe.